چرا کلمه اهل سنت استعمال میکنن؟ به خاطر از اینکه یکی اهل سنت است و یکی اهل بدعت است. هر کسی که از سنت پیروی نمیکنه او از بدعت پیروی میکنه. یا اهل سنت هستی یا اهل بدعت هستی. سنت آن چیزی که روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله، این هدف دین شد. به هدف دین خود به خاطر که الله را بشناسیم، از روشی که استفاده بکنیم، از طریقی که استفاده بکنیم، از سنت عملی و تطبیقی که استفاده بکنیم، از تقریری که استفاده بکنیم، از قول و فعل تقریر که استفاده بکنیم، محمد رسول الله جز دوم کلمه هست که ما باید از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. پس وقتی که میگیم عقیده اهل سنت، یعنی عقیده کسانی که بر روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن میفهمند، بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را میشناسند. اگر مردم الله را شناخته میتونست، ضرورت به پیغمبر چی بود؟ اگر فیلسوفا میتونست افلاطون خدا پرست می بود، پس ضرورت نبود که پیغمبر میامد. باید نظریات افلاطون را میخواندیم، سقراط را میخواندیم، نظریات دیگه فلاسفه را میخواندیم. لکن الله سبحانه و تعالی بر ما معرفی کرد که محمد رسول الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که محمد رسول الله هست، پس فرستاده الله هست. فرستاده الله میتونه که کتاب الله را بیشتر تعریف بکنه و تشریح بکنه و بیان بکنه و او خوبتر میتونه تطبیق بکنه. پس عقیده اهل سنت چی معنی؟ یعنی عقیده که مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است.